السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرزندان اینها معیوب هستند. این انشالله که ما داخل این ایرم در نوار می این برادر عزیز ما شما با دعا باشین انشالله. چند سال است که در اینجا زندگی میکنین؟ اینا که 25 26 سال 99 سال تو زندگی میکنیم. وقتی که نوار این مادر با چشم برادر عزیز ما حاجی محمد جان افتاد، وقتی که نوار اینا را دید به اختیار آبی دیده او بر رخ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، شکلی که میبینین این همین داخلی واگن در یک اویله تقریبا 23 سال شد که زندگی میکنه. این صاحب 3 فرزند هستند و یک حالتی نوگواری را دارن از سر میگذرانند و یکی از فرزندان اینها معیوب هستند. این انشالله که ما داخل این ایرم در نوار میگیریم و بعدا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جای زیست این مادر و این اکمان. این طرف گذارین. اینجا این طرف چیه؟ این طرف هم دو بچه هم خونه این هم یک واگن دو تقسیم کردگی هستن. یک تقسیمش ده اینه گودک کوش خوب میکردی. این یک جایی هست که اینجا نه در سرما تو باور زندگی کردن نه در گرمی. سلام علیکم مادر جان. ساز خوبه تنجه. این مادر عزیزمون، هیچ خیلی از زندگیتون دایی چند سال شده اینجا زندگی میکنین؟ 99 سال زندگان داریم در اینجا کارخانه اوید. چه خیلی اینجا این همین نکی زمستانش کمتر خنکای خیلی این همین پیلته میمونه میچید گرم. این هم خیلی پیلته خنکای زندگی وزبینی را دورین اثر میگذرونی نه؟ یگون کس شما را یگون وعده خانه نکرد؟ نه یک کس کرد که همون مقصد بلوگرو اومدن اینقدر نوارهای شما را ما دیدیم. نوار گرفتن چی کردن؟ یگون خانه نگرفتن؟ نگفتن، گفتن میگیریم که اما تا برف دیگه موندم خیلی. چی باید کرد؟ ما چی خدمت برای شما کنیم مادر عزیز؟ خیلی خوبی برای ما خدمت هم یک خانه در خانه در کارکی ما در شرایط ما بسیار وزبینه. در این شرایط خیلی خیلی زندگیمون پیش رفت. نمی آدمو وردن دادنو چی کرده اینم خیلی. انشاءالله خدا خواه ما کار میکنیم که شما را یک خانه توفیق کنیم و دعای شما را. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران، هموطنان عزیز، در هر کجایی که هستین الله مهربان سلامت باشین، سربلند باشین، دائما خرسند و خوشحال باشین. من در کنار یک پدر عزیز و یک مادر مهربان قرار دارم که طولی 20 چند سال است که در داخل همین واگن دوران زندگی به سر میبرن که این در روپروی همین ملارت آب قرار داره. در داخل همین واگن که راستیش این واگن هیچ شرایط به زیست زندگانی نداره. این فصل سرما که اومده است، نه در سرما انسان دیگه تو باور است که زندگی به سر بره، نه در فصل های گرمی. وقتی که نوار این مادر با چشم برادر عزیز ما حاجی محمد جان افتاد، وقتی که این نوار اینا را دید به اختیار آبی دیده او بر رخساره آمد که ما دعوا داریم که مسلمان هستیم، دعوا داریم که مؤمن هستیم و این پدر عزیز ما و این مادر مهربان ما در زندگیش در داخل واگن باشه. این همه این آبی دیده و این غمخوری این
بشارت به کامل بدن ایمان انسان میتیه. وقتی که ایمان انسان که جوش میزنه دیگه او کار میکنه که کار باشه، چونقدر که در او بازار باشه. یک هدف و مقصد و مرام از این دستگیری ها، از این کمک ها رضاگی پروردگار است و خوشحال کردن یک پدر و خوشحال کردن یک مادر مهربان است. انشالله که مادر عزیز تصمیم برادر عزیز ما حاجی محمد جان همی است که برای شما یک خانه توفه کنه و دعای نیک شما را بگیره و این دل شما را خرسند کنه و دائم در حق این برادر عزیز ما شما با دعا باشین انشاءالله. چند سال است که در اینجا زندگی میکنین؟ اینا که 25 26 سال 99 سال تو در زندگی میکنیم. در این وگون پیش هیچ نبودم، فقط وگون تاخه بود. بعد این کانتور ما ساختم، اما چیزا شما ساختم چی کردم؟ یعنی حالی زندگی داریم. یعنی این انشالله که خدا خواه این برادر ما تصمیمش همی است که برای شما یک خانه توفه کنه. در عوض این همت و این غیرت و این خوبیه که برادر عزیز ما برای شما حاجی محمد جان میکنه، شما چی گفتنی هستین؟ ما خدا از سلاش کنه و ای زیادش کنه و با دولت با چیز کامل شو. خدا در پیش فرزندش هم وقت خرسند باشه، وقتش خوش باشه، دل صاف باشه، کار پیش بره. امین. الله اکبر. الله اکبر. سلامت باشین، خداوند نگهبانتون باشه. انشالله که ما خانه را به دست بگیریم. ما با شما فردای و پس فردا کلیچ توفه میکنیم و انشالله که کار میکنیم که شما خرسند باشین، زندگی خوب داشته باشین، در کنار هم باشین. و شما مادر مهربان برای برادر عزیز ما که تصمیم خوب و نیتی نیکی را پیشه کرده است چی میگین؟ ما میخوایم که به آرزو امیدهای خود برسد و سربلند و خانه آباد شویم. ما مایتفایلی برادر همیشه صاحب خانه و فرزندای خوب همیشه به درگاه خدا در کسب کار دعا میکنیم و خرسندی های سربلندانه همیشه آرزومندیم. آمین. الله اکبر. انشالله که همین وطن عزیزمون تنج است، آرامی است، آبادی است، صلح و ثبات است. همه این خوبی ها را می شود که به دست آورد. ما دعا کنیم که همین دولتمون تنج هست، همین خیلی دائم تنج باشه، آرام باشه، همین خیلی صلح و ثبات باشه. انشالله که همه خوبی ها به دست میاد. خداوند موفق و مؤید باشی برادر عزیز حاجی محمد جان، کامیاب و سربلند باشی. اینا با خانه نو بدرو پوکشوتون بدرو این با خانه نو مبارک شو. خوش آمدین به این خانه نو. خداوند اینا با عزیزا خوبتر و بهتر براتون نصیب بگردونه و خیرای برادرای ما را و درگاه قبول کنه. اینا بیا اپا جان بیا. جای نو خونه نو قبول کرده. خانه نو دیدین اینا همون شرایطش قطعی است. دستی کم نبینین. بگذار یک بار بگذار. اپا جان ای طرف بگذار. این خانه را دیدی اپا؟ اینا مبارک تون شد. در اینجا خرسندی ها ببینین و دولت شاید با مبارک خوشحال باشین شما داییم. انشاءالله که حاضر خانه را با این مادر عزیزمون با این سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، خواهران و هموطنان در هر کجایی که هستین، پروردگار سلامت باشین، سربلند باشین، کامیاب و موفق باشین، دائمی خوشحال و خرسند باشین، از همه بلاهای آسمانی و زمینی در امن و امان الله مهربان باشین. امروز الحمدلله ما در یک خانه نو قرار داریم که انشاءالله حاضر این خانه را به این پدر و به این مادر مهربانمون توفه میکنیم. یک چند روز پیش نوار همین پدر و مادر با چشم برادر عزیزمون
حاجی محمد جان افتاد که در داخل یک واگن سالهای زیاد بود که زندگی بسر می بردن. افتاد این نوار وقتی که برادر عزیز ما حاجی محمد جان می بینه به اختیار آب دیده بر رخساره پایان می شود و به من زنگ تلفنی میکنه که قاری جان اگر همان پدر و مادری که در واگن زندگی دارن به سر میبرن، یک زندگی وضبین و یک زندگی ناگوار است در واگن زندگی کردن، اگر که چنین است واقعا در واگن هستن به سراغ آنها بره از نام من یک خانه به خاطر رضاگی الله با آنها توفه کن. واقعا وقتی که چند روز پیش من به سراغ اینها رفتم در داخل همان واگن داشتن زندگی به سر میبردن. برادر عزیز ما حاجی محمد جان این صاحب کار وطن دوست تصمیم گرفت که تا که برای اینها یک خانه توفه کند. امروز که هست در این دامینو یک خانه 2 هجرگه ما با تمام همون شرایطاش برای این الحمدلله که خریداری کردیم. اینا انشاءالله به این پدر عزیز و مهربان با این مادر عفیفه و پاکدامنمان ایرا توفه میکنیم و از اینها میخواهیم که دایم در حق این برادرای سخی، در حق این جوان مردان، در حق این صاحبکاران وطن دوست که دارن چنین خوبی ها و نیکی ها را برای این خلق، برای کمبزاعتان، برای ناداران پیشه کردگیان این خوبی ها را دعاگوی نیک باشند. برادر عزیز من در این جهان هر کس هر کاری را که اگر میکنه انشاءالله که پاداش او را، اجر او را، ثواب او را خواهد گرفت. خدا کنه که از این ثواب ها، از این نیکی ها همگی شما را پروردگار با نصیب بگردانه. اینا من این خانه را برای شما تبریک میگم و به شما اینک حجت خانه را می سپارم و این کلیدها را و از شما درخواست میکنم که در حق برادر عزیزمان حاجی محمد جان دعاگو باشین. دعا کنین در حقش. خدا از صلات کنه، علی زیاد کنه، هم وقت دستی کم نبینه، خدا از سرشون در نکنه، خاطری جمع چیز نزد باشه، کارو پیش برو. آمین آمین. مادر جان خودت چی دعا میتی در حق برادر عزیز ما؟ ما میخواهیم که همیشه سربلند، تنی سهر وقت خوش به روز کار همیشه موفقیت در این پیش و پیش کارش باشه، همیشه سربلند خانواده باشه، کارهاش همیشه پیش برود. میخواهیم که این خانه به خوشتندی در ما هم فیض و برکت تنی سهر و محمد جان هم همیشه سربلندی همچو برادر در ما ببسته نگهبان باشه. خداوند همیشه سربلند و خانه آبادش کنه و از در ما همیشه با امید خرسندی با سر بلند ما رو هم نگهبان باشه. برای همین میخواهیم که همیشه خرسند و خوشبخت بگرده. آمین. برادر عزیز من حاجی محمد جان علای مهربان هر مراد، مقصود، تمنیات های نیکی که در دل نهفته است علای مهربان آگاه است. به همه مراد و مقصود و تمنیات های نیکت علای مهربان برسانته. پروردگار در عوض این نیکی، در عوض این خانه که به این پدر و به این مادری عفیفه هدیه کردی، پروردگار از قصرهای جنت پروردگار با نصیبت بگرداند. شاعر میفرماید که در اینجا الله مهربان توفیق برای همگیمان رفیق بگردانه و کامیابی دنیا و آخرت نصیب بگردانه. الله اکبر. برادر عزیز من حاجی محمد جان اینا الحمدلله که مادرمان و پدر حجت ها را به دستشون سپاریدیم و کلیت دادیم. اینا خانه را انشاءالله که به اینها ما می سپاریم و از اینها
طلب فقط میکنیم که در حق شما و تمام صاحبکاران به دعا باشند. پروردگار این همتونه، این جوانمردی و این غیرتونه به درگاهش قبول کنه و دائمی همین همت و همین سخاوتمندی داشته باشین. در سخا کوش برادر، در سخا تا بیابی از پی شیدت رها. باش پیوسته جوان مرد ای اخی، زان که نبود دوزخی هرگز سخی. در روی مردی سخی نور خداست، زان که در جنت قرین مصطفاست. خداوند کامیاب و موفق و مؤید باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.